خانه جناب آقای ایراندوست مربوط به دهه 40 و از معدود بناهایی است که با توجه به تفکرات معماری مدرن طراحی شده است. این بنا در 2 طبقه طراحی شده که در طبقه همکف نشیمن و چند اتاق جانمایی شده و طبقه اول شامل پذیرایی و فضایی همچون شاهنشین می باشد. فضاهای خدماتی در طرف دیگر حیاط قرار گرفتند و فرم حوض حیاط با خطوط منحنی اجرا شده است. جزئیات اجرایی و معماری بنا کاملا دست نخورده و سالم باقی ماندند. نمای بنا که از سنگ و بدون هیچ گونه تزیین اجرا شده کاملا در ادامه تفکرات مدرنیستی می باشد. لازم به ذکر است طراحی این بنا در پی تلفیق سنت و مدرنیته می باشد.